این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که در روزگار ورشکستگی مشتی بسیجی پاچه خار رو به اسم دانشجو دور خودش جمع کرد تا جیبش رو تو دکون دین فروشی نظام پر کنن. آقای خامنه ای پلی از خمینی تا مهدی است. شفرین شنیده ایم که گاه دلتنگی هایتان را جدا از خلق به محراب جمکران میبرید و به چشم خود دیده ایم که در خطبه های نماز جمعه با امام زمان نجوا میکنیم. خیلی خوب. و ما هم شنیدیم که دکون دین فروشی سیدعلی تخته شده و حتی مارک امام زمان هم نمیتونه نرخ این جنس های پوسیده رو بالا ببره. یکی دیگه از علائم پوسیدگی نظام سیدعلی که تو هفته های گذشته هم صدا کرد اینه که دیگه حتی تحمل آببازی چند تا جوون رو هم نداره، چیزی که خود آخوندهای ولایت مدار رو نسبت به اقتدار نظام دچار تردید کرده. بنده میبینم 4 نفر به جرم آبپاشی دستگیر کردن، جرمشون اعلام میشه تبلیغ بر علیه نظام. من به عنوان یه شهروند مسلمان ایرانی از این که نظام عظیم و با عظمت و بزرگ جمهوری اسلامی رو یه آدمی اینقدر کوچیک میبینه که با آبپاشی بشه بر علیهش تبلیغ کرد آزار میبینم. این جمهوری اسلامی عظیم و بزرگ رو یه نفر اینقدر کوچیک میبینه که با 2 تا تفنگ آبپاش بشه بر علیهش تبلیغ کرد یا بنیانش رو سست کرد. خب من آزار میبینم، اذیت میشم. اما هفته پیش احمدی نژاد توی سخنرانی در رشته پرتاب دروغ، وعده کشکی و کمبود آیکیو رکوردهای قبلی خودش رو شکست. بالاخره ما 2.5 میلیون آدم بیکار داریم. بعد این به 0 نزدیک بشه. همه لحاظ اقتصادی، همه لحاظ اجتماعی. آخه میشه ما تحمل کنیم 2.5 میلیون دست به دست هم بدیم یه بار یه 2.5 میلیون شغل رو رکورد بزنیم، به یه آرامشی میرسیم. این یا نمیدونه کار چیه یا نمیدونه 2.5 میلیون چقدره، یا هر دوی اینها رو میدونه ولی مثل همیشه مخاطب رو احمق فرض کرده. البته این فرضیه در مورد اونهایی که توی جلسه بودن شاید صدق کنه، ولی پاسخ مردم به کشکیات احمدی نژاد اینه. آمارای بانک مرکزی که یادتون هست مامولا ورود رفت از 50 تا آمار 150 تایی شقه است. مامولا ورود رفت میگه حاله نور روی سرش هست. مامولا ورود رفت این که حاله نیست خرابی بچه هست. مامولا ورود رفت سیب زمینی مفتی میده هر وقت. مامولا ورود رفت یعنی رای بدید به من بدبخت. بعد از ثبت این رکورد چاخان برای احمدی نژاد، حالا یه جمله صادقانه بشنویم از این مجری. یاد گرفتم ایرانی‌ها دوست دارن آدما باشون صادق باشن. یه نفر جلوشون وایسه صادقانه بگه حرف حسابش چیه. منم امروز اومدم صادقانه بگم حرف حساب من تو این 16 17 تا برنامه گذشته چی بوده. من حرف ساده دارم و اون اینه که تهران داره آروم آروم میشه شبیه نیویورک و این برای ما یک خطره. تهران به مثابه جمهوری اسلامی داره میشه شبیه نیویورک. پسر، پس با این حساب اهالی نیویورک هم از فردا میتونن بگن ما بچه تهرانیم. اما برای جلوگیری از این خطر استکباری، تلویزیون پشم و شیشه تصمیم گرفته که یک برنامه رو روی پشت بوم برگزار کنه و بعد هم اون رو شب توی پارک پخش کنه. که از تو پارک ها نشستن مردم دارن برنامه شما 2 تا بزرگوار رو این جمع اگه بشه حتی تلفنی هم باشه ارتباط بگیریم خوبه. یه برنامه از خب پشت بوم برگزار میشه. نده تو پشت بوم خوبه، بالاخره هوا خنک. اگه برنامه‌اش خوب باشه آدم همه میشین تو پارک نگاه میکنه. 3-4 تا زبونی مثل این برنامه رو نگاه میکنن، خدایی حال میکنن. حالا توی این برنامه که اینقدر بادش میکنن چی یاد میدن؟ این که رو پشت بوم برگزار میشه، مردم ما الان میل به این دارن که به سنت گذشتمون برگردن. الان داره به علم و نمیدونم چیزا مبل و میز و صندلی داره پیش میره. مردم ما دوست دارن به گذشته برگردن. سختشه دیگه رو مبل. مثلا هیچ اشکالی نداره بیاد بشینید رو زمین اینجا. خب چرا حتی شده پاهاتون هم دراز کنید این بچه رو بذارید تاتی تاتیش بدید. جدی؟ میشه روی زمین هم نشست؟ پس مبل هم جزو دشمنان نظامه ها؟ اما الان در مبلمان اتاق نشیمن شما چه چیز می‌بینید؟ قالب، یک سری مبل
که رو به یک LCD، یک تلویزیون گذاشته شده. یعنی بیشترین اشاره به اون تلویزیون، به اون LCDه. میدونین چی میخوام بهتون بگم؟ مبلمان تا وقتی که شما نذاشتین سر جاش، در اختیار شماست که باش چیکار کنین. اما وقتی گذاشتینش، اون به شما میگه رفتارتون چی باشه، اون به شما میگه کجا بشینین، اون به شما میگه چی رو نگاه کنین. این خیلی تعیین کننده است. این خیلی تعیین کننده است. حالا شما اون پارامترهای بحث‌های شبکه‌های ماهواره‌ای رو وقتی واردش می‌کنید، تازه متوجه میشید چه اتفاقی داره در مبلمان میفته. پس لابد از فردا مامورای نیروی انتظامی برای جمع‌آوری مبلمان هم به خونه‌ها سر میزنن، چون اگر روی مبل بشینی مجبوری ماهواره نگاه کنی که این یه تهدید برای نظامه. یکی دیگه از دشمنای نظام پیتزاست که این نخبه نظام خطرات و تاریخچه اون رو کشف کرده. پیتزا پنیرش چون پخته است، پنیر وقتی بپزی 2 قسمتت سرطانی میشه، یکی معده است یکی راست روده. این تجربه قدیمه. پیتزا هم چیزی نیست که الان آورده باشن. زمان حضرت علی علیه السلام هم پیتزا بود. ما هم بچه بودیم پیتزا داشتیم. مادر خود ما این کارو میکرد. نون داغو می آوردن، روغن خوبم داشتیم، روغنم میمالیدن روش، لوله میکردن میدادن دست ما. این پیتزا بوده دیگه. حالا اینا برداشتن سوسیس هم قاطیش کردن. و حالا یه اعتراف از این آخوند درباره همپالگی‌هاش. نمیتونم بیام اینجا فیلم بازی کنم. ببینیم روحانی هم میتواند در سخنرانیش مثل یه بازیگر فیلم بازی کنه. بله، و حالا این شما و این 3 سکانس برگزیده از بهترین بازیگران عمامه به سر در جشنواره آبغوره‌گیری. این خیلی جمله کشنده ایه. میگه برادرم که داشت میرفت، بابام نفس کشیدنش مثل آدم محتضر شد. یعنی ما بابامون رو نگاه کردیم فکر کردیم داره تموم میکنه، نه آب نفسه. و این هم توصیف این بازیگران از زبان کارگردان همه این فیلم ها. ما الان گاز اشکاوریم، روزه خونیم، مانعی نداره روزم بخونیم چون اشکم قداست خودشه داره. این هم نتیجه شرکت اجباری این بچه ها در کلاس های دینی گاز اشکاور که ظاهراً بهشون توصیه کرده در استفاده از مهر صرفه جویی کنید. الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. این هم یه فیل ورزشکار که اگه بتونه کفش میخی سایز پاش رو پیدا کنه و بیاد تو زمین، دیگه مسی و رونالدو باید جمع کنن و برن خونه. תהיה שחקן כדורסל, תהיה על המפה, מבטיח לך, תקיף את המטבח, יופי. אתה תהיה ברקוביץ', כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולטי ברי שנולד, היה בקושי 1.80 מטר.